تملق‌کارها در جامعه ما هست. کودکای ما هست، از کودکیشون تملق‌کارشون کردگی هستن، از صدیق سر کرده در مکتب میونه، دانشجوهای ما، معلمای ما، دکترای ما، وزیران، سودیا، همه چیزا میل اینها رو ما یک طرف میذاریم. ورزشگر نفری که در میدان میبروید خب مشت میکنه میزنه، خب ورزشگر. و یکی نفر دیگه نفرهای حربی، خب اینها نفرهای فرق کننده هستند. یعنی اینها برای جامعه جسارت نشون میدن. چین ورزشگر باشد، ورزشگری که خب امروز میگیم در UFC هستن، MMA هستن، این چیزا هستن، یا نفرهایی که در ارتش هستن، اینها نشون میدن چی را؟ جوانمردی را برای جامعه. اما وقتی میبینی که ورزشگرها چاپلوسی میکنن، ورزشگر در رینگ میبروید، اینقدر زیبا کار انجام میده، شما فکر میکنید ما برای شما بالشکی نمیکنیم، شما فکر میکنید که ما خب پروایشمو نداره. نه، برای ما میدونیم که وقتی شما غلبه را به دست میارین، غالبیت را به دست میارین، بیرق تاجیکستان بلند میشه. ما میدونیم که شما وقتی غالبیت را به دست میارین، ایمیج تاجیکستان بالا میرود. ما میدونیم که وقتی شما غالبیت را به دست میارین، نام تاجیکستان گرفته میشه. خب ببینید، یک حبیب، یک ورزشگری که از یک منطقه دوردست داغستان، یک شخص خب یا راه درست استفاده بود رفت به جایی رسید که کشورش و وطنش معرفی کنه. امروز کل دنیا میدونه زادگاهی او را، وطنش میدونه. برای چی ما میتونیم که به طریق همین ورزشگرامون همین گونه کشورمون چیکار کنیم؟ یعنی که معرفی کنیم. اما کار زیبا را انجام میدن، میان در آخر پیشوای ملت، اساسگذار، چی چیزا. شما اتوماتیک مردم از خودتون دور میسازید، اتوماتیک نفرت مردم رو برای خودتون میارید. در نزد شما سه چهار چاپلوسی درجه عالی دیگر حتی شرم نمیدارن، ایزا نمیکشن که اینها در نوار میان، مردم میبینن، در گوشای شما میخونن تشکر به جناب بگو، تشکر به امکین بگو، تشکر به تقای فلانی بگو. شما همین زیباگیتون از دست میدین، همین غالبیتی که به دست آوردگین به دست سخن، یعنی که به دست سخن چاپلوسی خودتون نال میسازه، خودتون واقعا نال میسازه. یعنی که در حیرت میمونه که میل یک کودک است، یک نمیدونم رقاصه است، حافظ است، میل، اما وقتی یک ورزشگر، یک نفر پهلوان، قهرمان میخزد چاپلوسی میکنه، واقعا عیب است، خداری کنید. اما خدا را شکر که در بین همه این کشورها باز نفرهایی را ما میدونیم که خداری کردگیان، نفرهایی را میدونیم که از صحنه دورشون کردگیان اما چاپلوسی نکردن. نفرهایی را میدونیم که از دستگیری خب بگیم این تیم هایی که ورزشگران را کمک میکنن، از اون دستگیری غافل موندن، اما خداری کردن از چاپلوسی. خداری کنین همون زیباگی را که دارین نشه که برای یک چاپلوسی، برای یک کاری بد شما یعنی از دست بتین همون زیباگی خطونه. ضررش چی است؟ ضررش ما در اینجا سوال بدیم ضررش چی است؟ ضررش این است که جامعه را غلام طبیعت میگردونه. همین بیماری تملق‌کاری جامعه را غلام صفت میگردونه. دستا پیشی بر بزن. من واقعا از همین منبرم بازم میگم، من واقعا واخری ها داریم، برادرها هست، البته در داخل این چیزا برطرف است. من هر کدامت هر وقتی همراه من روبرو شدی، من از شما خواهش میکنم در وقتی سلام کردن دست بالای سینه نمون. من یک عمل غلامانه میدونم. یک دختر از شو میتن در بر تخت میمونه، دستش پیش بر میمونه. خب من زنم زیبایی چیز. امروز وزیر هم میبینی، گنرال هم میبینی، ورزشگر هم میبینی، نمیدونم نه از این دوستان هم میبینی، دستش پیش بر رنگ کلی نمیگو که تازه آوردن شوش دادن. شما مرد باشین، خدا نکن تا مرد بگیرید، پیش یک الکشی مای زده دیوسی احمق دستاتون پیش بر رنگ عروس خودتون نشون میدید. این چیزش که بفهمی، یک کمتر بگم که با لحنی ساده تر بفهمونمتون. واقعا از پهلو شما رنگ عروس میتوبین. وقتی دستاتون در قفس سینه میگیرن قدم زدن نمیدونم رنگ کلینیک نو میارنش در خونه ناز کرده ایسوس میگردن هم خیختون نشون میدین.
خودداری کنین. شما نمیدونم شما فردا چخیلی فرزند تربیت میکنین و پسر شما میبینه وقتی یک پسر پدرم میبینه باید دنبال پدرش بره. پدرش پسر شما دنبال کی بره؟ رنگ خطا میکنینشون. کجا میخوایم ببرین این جامعه را؟ کجا میخوایم ببرین مردم؟ مردم بگیرن عمل یا غلامانه را برطرف کنین. یک نفر عزت حرمت کردن در آداب است، گفتار است، رفتار است، در قول است. مرد اساس قول داره، در قول است. اون نیست که مهم تا دست بالای سینه مونیمه نشون میده که من تدا محبت دارم. نه، مردم پرت این چیزا. واقعا میگم این چیزا پرت، این زبنده مرد است. دست پیش بر یا تعظیم کردن خداری کنین از این چیز. ورزشگرش هم این روز میبینی دستش بالای قفس سینه‌اش، وزیرش هم میبینی، گنرالش هم میبینی. کجا رفتید؟ کجا رفتید؟ برای چی جامعه تاجیکستان امروز برای چی جامعه تاجیکستان امروز دارای چنین بیماری است؟ از راهبر خیلی چیز وابستگی میکنه. خیلی چیز. راهبر چگونه هست؟ همین گونه میخواهد که زیر دستاش ببیند، همین گونه میخواهد که جامعه را ببیند. رحمانوف امامعلی شریفویچ طبیعتا خودش یک نفر چاپلوس است. با چاپلوسی آمد به اینجا رسید. یک نفر چاپلوس است و جامعه را همین گونه چاپلوس ساخته است. همین گونه چاپلوس ساخته است. رحمانوف یک نفری نیست که در سیاست قدم به قدم خودشون تعیینش کردن. این یک چیز در نیومد مقاومت کنه یک جایی که بیا مقاومت کنه و غالب شه بره. نه، اینا آوردن تعیین کردن. برای چی تعیینش کردن؟ چون دستش پیشی بر اومد. من در اینجا براتون یک چیز بگم. یک نفر کتاب نویسون از جنگ‌های تاجیکستان و چچنیا. اون نفر هم در تاجیکستان شرکت کردگی است، هم در چچنیا، در جنگ‌های دو جا شرکت کرده است. یک کتاب کلان نویسنده است و بعضن چیزهای همون سالهای خب بعضن همون مناقشه ها بگم جنگ‌های داخلی را میخواست بنویسه و از همونجا نفر راضی بود براش. میکوه یک نفر مرا براش پیدا میکنه، میگن همین نفر قطعی پیوست کنیم، این میدونه اون چیزها را. بعضن چیزهای خوب که من در اونجا متاسفانه شرکت کرده بودیم، یک چند چیزها بود. و اون نفر همراه ما تماس گرفت، برای همون کتابش کمک خواست که گفت که خب برای ما هست که این اینفورماسیون را میتونیم مسخرت، یعنی همون حادثه را برای ما گپ زنیم که تاریخ روزش کی بود، انیقش و چگونه چطور شد. و گفت که ما میتونیم که اسم ختم در کتاب بکنیم، اما ما رد کردم. من نمیخوام که اسم یا که رسم در کتاب باشه، اما چیز تاریخ که هست بله برای تاریخ شما که تاریخ می‌نویسین کمک میکنیم. و ما براش نویسون سال 2006 یا 7 بود. من براش این چیزا رو خب نویسوندم، کمکش کردم دادم. اون نفر کتابش نویسون و سال 2011 کتابش تمام کرد. کتاب کلام بود تمام کرد و یک از همون کتاب یک تا برای ما تحفه روان کرد از همون کتاب. و این نفرهایی بودن که از طرف ازبکستان جنگ تاجیکستان در داخل شدن، در اونجا نویساندن که چگونه داخل شده هستن. خب و این نفری هست که واقعا یک چیزی را نویسانده است، یک طرف نگاه نکرده است، هر دو طرفه همون چگونه که تاریخ است همون گونه نویسانده است. چون کتاب من خواندم، این خیلی یک طرفه بگیم تعریف کرده باشه، دیگر طرف تنقید نه، همه چیزها را واقعی نویسانده است. چون من از طرف دیگر هم چیزایی که میدونم نگاه کردم که برای درست نویسانده است، دیگر شاهد را پرسیدم برای چی من نقل دارم. در اونجا آمدن رحمانوف به سر قدرت نویسانده است که چگونه رحمانوف دست پیش بر به طبق آش یکم بار پیش اینها می شود. این چیزا نویسانده است
این نفر که با چشمش میبینه همه این چیزا، چگونه خب پدخلیمی میکنه رحمانوف در اونجا سنگک سفرов چگونه میگه که ما نفر مناسب یافتیم برای که بگذاریمش سر دولت، بچه گپگیر است استفادهش میبریم. این گونه ما در یک از برآمدهام سنگک سفرov زاده دنقره گفتم، بله مشاهده شد زیاد نفرها در کامنتاریا در خدمت هم نویساندن که از دنقره نیست، اینفورماسیون خطا است، شاید اشتباه باشد و اشتباهی من در این است که وقتی که من گفتم سنگ سفرov از دنقره هست ذکر نکردم که در بعض جاها هم این گونه نوشته شده است، همین من ذکر نکردم. در همون کتاب هم آماده است که سنگک سفرov زاده دنقره هست، شاید پشتش اولادش از اون دیگر جاها باشد، اما خودش همون زاده دنقره گفته است در اون کتاب. و در خود ویکی‌پدیا هم وقتی شما درباره سنگک سفرov بخونید در اونجا نوشته است که زاده دنقره است سنگک سفرov، در ویکی‌پدیا که نوشته است. اشتباه ما شاید در همین باشد که برای شما نگفته باشم که در بعض جاها همین گونه آمارها هست. خب در همون کتاب نوشته شده است که این نفر یک نفری تملق‌کار همین گونه به همین خاطر سنگک سفرov گرفت گذاشتش. منظورم چی است؟ رحمانوف خودش چاپلوس مدعی خان تملق‌کار است، همین گونه آمد و به اینجا رسید و امروز به همین خاطر کوشش میکنه که از شاعر نویسنده تمام جامعه را بسازد و مثل ترکمنستان. خب امروز بعضی نفرها دعوا میکنن که تاجیکستان تنج است آباد است. بیا اگر ما قیاس کنیم ترکمنستان از تاجیکستان تنج تر است، هیچ چیزی در اونجا نمیبینی، اینقدر تنج است که حتی پرنده نمیبینی، حتی در کوچه ها آدم نمیبینی. خب اینقدر تنج است. اگر هر یک تاجیکستانی را امروز بپرسی که رئیس جمهوری ترکمنستان چگونه انسان است، میگه که واقعا دیوانه است، کدام دیوانه است. اما در رئیس جمهوری تاجیکستان این گونه حرف نمیزنه، کل دادر کور میگن یا چخر میگن، اینا همون گونه هستن. رحمانوف با این نفر ترکمن هر اینا دیوانه هستن، دیوانه صفت هستن. اینها در دیگر جا پرواز دارن، در کدام فضای دیگر پرواز دارن. اینها جامعه را همین گونه ساختن مثل خودشان، یعنی که مردم باشه چی مدعی خان، خب همین گونه نفرای چاپلوس همین گونه باشه. آیا نفر چاپلوس تملق‌کار بسواد میشه؟ ما در سخنان میشنویم که حتی برادرای مبارز چون میگن تو بسوادی چاپلوس، اینطوری میگن. نه، نفرهای با علم میشوند چاپلوس، شاعر، نویسنده ها، دراماتورگ، اکتیار، وزیر، جزیر، اینها را ببینن، اینها سواد دارن، یعنی چیز خوندن، چیز درک میکنن، اما چی ان؟ تملق‌کارن. اینها را کی میسازه؟ اینها را همین حکومت یک اپاراتی مجبور کننده است، مجبور میسازد. خب مجبور میسازد که باید جامعه همین گونه باشد تا که کرسی اینا حفظ کرده بشود و برای نسل های بعدی محبت خودشون در قلب اینا جا کنند.